تو جا تو خلوی جهنمه. آخه جناب سروان، من اصلا به کسی بدی نکردم. تو اصلا نه نماز میخوندی نه روزه میگرفتی. اما من اصلا فضانوردم. چه ربطی داره؟ شما سال 3010 از شیراز تشریف بردی مریخ، عبادت صفر. اما ما رفته بودیم مریخ، خب کجا چجور نماز بخونیم؟ رو به کدوم ور؟ شما باید قبله رو لوکیت میکردی ببینی زمین کجان. با کمر میخوابیدی رو مریخ، هی میمدی بالا و هی میرفتی پایین برای سجده و رکوع. اینجور پکات هم در عرض 6 ماه میومد. آخه تیم سار بعضی وقتا خورشید پشتش به نه یعنی مریخ پشتش به زمینه، نه اون طرفی که ما هستیم. اون وقت باید چی کار بکنی؟ اون وقت باید رو کم میخوابیدی. اما چجور سجده میکردیم اون وقت؟ به سختی. اصلا تو گوه خود رفتی مریخ؟ کی تو گفت بری مریخ؟ ما خودمون اینجوری بودیم، خودمون مریخ فرودتون میبردیم از سلام میدونستیم. این خودش سرپیچی از فرمان الهیه. او ایلان ماسک که جاکش هم داریم بریونی میکنیم، هی دوبرش میپزیم از اول، انگوش تو هر سوراخی نکنه. اصلا شما طهارتتون رو چجور انجام میدین؟ ها؟ کدوم مهمتره؟ تکنولوژی و موشک و اینا مهمتره یا کنون تو چجور بشوری؟ طاهر باشی؟ ها؟ کدومش مهمتره؟ طهارتت مهمتره یا یکی سفر به کرات دیگه بکنی؟ قطعا همین که شما میگی.